وقت همگی به خیر. سپاسگزارم از مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد، استاد ارجمندم آقای دکتر عباس میلانی، مدیر محترم مرکز و همکارانشون برای امکان و فرصتی که به من دادید. سپاسگزارم از حضور تک تک شما که در این شرایط وقت گذاشتید و آمدید و امیدوارم و میکوشم که مطالبی شایسته وقت ارزشمندتون ارائه بدم. موضوع صحبت امشب ما بازخوانی حادثه‌ای است که 43 سال پیش تقریباً، یعنی در سال 1356 خورشیدی 1977 میلادی زیر عنوان 10 شب شعر انستیتو گوته یا شب‌های شاعران و نویسندگان، یا اونطور که بیشتر در حافظه جمعی اغلب ما مانده 10 شب در ایران اتفاق افتاد. و یک دلیل بازخوانی یک اتفاق 43 ساله دست کم از نظر من این هست که ما ببینیم اون چه که بر جامعه ایران آن روزگار رفته امروز برای ما چه معناهایی میتونه داشته باشه، یا ببینیم متقدمین ما پرسش‌هایی رو که اون روز در برابر خودشون داشتند با پرسش‌هایی که امروز پیش رو دارن چطور برابر میگذارن و میسنجن. در واقع تعریفی از بازخوانی مد نظر منه که به معنای معناپذیر کردن گذشته، حالا در این مورد خاص گذشته همروزگارمون در اکنونه، و روبرو شدن با اون و احتمالاً آموختن از اون که به کار امروز ما هم میتونه بیاد. سال 1356 خورشیدی پیشنهاد برگزاری چند شب شعرخوانی و سخنرانی از سوی کانون نویسندگان ایران به دکتر هاینز بکر، مدیر انجمن فرهنگی روابط ایران و آلمان، همون انستیتو گوته، به برگزاری 10 شب سخنرانی و شعرخوانی در باغ این انجمن در تهران انجامید. ما امشب این شب‌ها رو از نگاه چند تن از برگزار کنندگان این برنامه ها در آن روزگار، چند تن از شخصیت هایی که اونجا شعر خوندن و سخنرانی داشتن و همچنین چند تن از شاعران و روزنامه نگاران نسل بعدی که در واقع هم نسل من هستند و مثل من به این برنامه، به این اتفاق در واقع یک نگاه فقط بازنگری دارند، با هم نگاه میکنیم و در واقع در نگاه من مانند این هست که یک فضایی، مثلا همین باغ انجمن رو در نظر بگیریم که گرداگردش پنجره‌های متعددی باشه که هر کدوم طبیعتاً چشماندازی دارن به این فضای این باغ و ما بتونیم از چند چشمانداز نگاه کنیم به این فضا و یقین دارم که پرسش‌های شما یا نظری که خواهید داشت بعد از پایان صحبت من چشماندازهای بیشتری رو هم برامون باز میکنه و ما احتمالاً به یک نتیجه نزدیکتر به واقعیت میرسیم. محور صحبت من هم 2 کتابه که در واقع دومیش اینه، بازخوانی 10 شب. این کتاب 7 سال پیش توسط انتشارات بنیاد داریوش همایون در آلمان چاپ شد و خب متاسفانه با مشکلاتی که میدونیم چاپ و نشر کتاب بیرون از ایران داره الان دیگه موجود نیست، چون به شمارگان خیلی کمی چاپ شده بود. کتاب شامل چند مصاحبه است که من در یک بازه زمانی کمی بیش از 1 ساله با چند تن از شخصیت‌هایی که در 10 شب شرکت داشتن و تونستم پیداشون کنم، ارتباط باشون برقرار کنم انجام دادم و یک فصل دومی داره که فصل دومش بازنشر متن سخنرانی‌های 10 شبه و اون در واقع برمیگرده به این کتاب 10 شب که سال 1358، یعنی کمی بعد از برگزاری خود 10 شب، متن تمام سخنرانی ها و اشعاری که اونجا ارائه شده بوده در این کتاب جمع میشه و فقط متاسفانه 1 بار در ایران اجازه چاپ پیدا میکنه، همون سال 58. آقای ناصر معظم که خودشون از اعضای کانون نویسندگان بودن این رو جمع میکنن و دیگه هرگز کتاب چاپ نمیشه. در نتیجه این کتاب هم نایابه. ولی کتاب بازخوانی 10 شب، یعنی در واقع مجموعه مصاحبه ها و متن سخنرانی ها رو ناشر با گشاده دستی به شکل رایگان در اینترنت گذاشته، یعنی در دسترس میشه دانلود کرد و متن ها رو مطالعه کرد. به هر حال سال 1356 18 مهر سال 56 نخستین برنامه 10 شب در باغ انجمن روابط ایران و آلمان
باز میشه با سخنرانی آقای رحمت الله مقدم مراغه‌ای از اعضای کانون نویسندگان که در واقع ایشون بیانیه کانون رو میخونن و برنامه رو به این شکل باز میکنن و در این بیانیه برنامه‌هایی با پیرنگ کاملا فرهنگی معرفی میکنن که در ستایش آزادی و برای پرداختن به مشکلاتی است که غیبت آزادی بیان در یک جامعه ایجاد میکنه. آقای مقدم مراغه‌ای میگن در گفتارها غرض بیش از همه آن خواهد بود که کانون نویسندگان ایران بیشتر و بهتر شناسانده شود و خواست اساسی آن یعنی آزادی اندیشه و قلم و راستای کوشش‌های آن به منظور آنکه این آزادی در عمل بنشیند و به صورت یکی از داده‌های عادی زندگی اجتماع ما درآید به اطلاع همگان برسد. البته امروز احتمالاً بیشتر ما که اینجا نشستیم میدونیم که برنامه‌ها واقعاً با یک پیرنگ خیلی فرهنگی و آرامی هم پیش نمیره. نخستین سخنران بعد از باز شدن برنامه خانم سیمین دانشور بودند که ایشون نخستین رئیس دوره اول کانون نویسندگان بودند. این برنامه 10 شب رو دوره دوم کانون اجرا میکنه. 5 ماه بود که دوره دوم کار خودش رو آغاز کرده بود و برنامه‌ها به هر حال خانم دانشور سخنرانیشون تقریباً متمرکز میمونه بر اهمیت و ارزش آزادی در زندگی و در هنر معاصر. ولی برنامه‌ها خیلی زود سمت و سوی تند سیاسی پیدا میکنه و تبدیل میشه به برنامه‌هایی در یک فضای پرتنش، برنامه‌هایی بر ضد دولت وقت و بر ضد غرب واقعاً به معنای مطلق کلمه، یعنی اونطور که تلاش میشد مثلا به من که وقتی انقلاب شد تازه رفتم مدرسه تحمیل بشه همه دستاوردهای غرب چگونه‌اند، اونجا اینطور ارائه میشه. به عنوان نمونه در سومین شب برنامه شمس آل احمد در سخنانش از لجنزار بیقانونی‌های تنگ چشمانه دولت و تلقیات و برداشت‌های فاشیستی حاکم بر جامعه دقیقاً با همین کلمات صحبت میکنه. و در 5مین شب سخنان تند و انقلابی سعید سلطانپور که اصولاً لحن برانگیزاننده‌ای داشت، هر چه میگفت و شعرش هم همه ما میدونیم که خب یک شعر چریکی بود، چنان هیجانی در جمع ایجاد میکنه که دکتر بکر و آقای دکتر پرهام و آقای بهازین مجبور میشن برن پشت تریبون و خواهش کنن که نظم برنامه طوری حفظ بشه که اصلا امکان ادامه دادن برنامه تا شب 10 باقی بمونه که انقدر برای زحمت کشیده بودن. حالا ما به جزئیات این مسائل میپردازیم، ولی من یک نکته کوچیکی رو اینجا میگم. من فکر میکنم وقتی که آزادی بیان که احتمالاً میپذیریم همه خواست هر صنف نویسنده است و حق هر نویسنده است توسط هر نهاد قدرتی سرکوب میشه، حتی ابراز این خواست میتونه کاملا وجه سیاسی پیدا کنه. یعنی شاید چندان هم دور از انتظار نبود اتفاقهایی که در این 10 شب میفته. پوستر این برنامه رو آقای بزرگ خضرایی نقاش و طراح گرافیک طراحی میکنن و میسازن و این پوستر دست به دست میگرده چون رسانه ها ممنوع شده بودند از هر گونه اطلاع رسانی در این باره، ولی به قدری با کفایت این کار انجام میشه که گفته میشه در بعضی از شبها بیش از 10,000 تن در فضای این باغ جمع شده بودن از شهرستان‌های مختلف که بیشترشون هم دانشجو بودن و حتی در شب‌های بارانی زیر چترهای به هم پیوسته به سخنرانی‌ها و شعرخوانی‌ها گوش میدادند. این پوستر تنها نمونه موجود از پوستر بود و چون کیفیتش خیلی خوب نیست من نتونستم خیلی بزرگترش کنم. به هر حال میبینیم که از ماه سیاه کوچولو به شکل نمادین استفاده شده. آقای بزرگ خضرایی در یک مصاحبه‌ای که چند سال پیش در BBC فارسی داشتن گفتند این ماهی کوچولو رهایم نمی‌کرد، مثل اینکه میگفت مظلوم‌تر از من دیده ای. من سمبل مظلومیت تمام این مردم و شاعر و نویسنده درد کشیده جامعه هستم. بگذار این من باشم که فریاد مبارزه با سانسور و اختناق را سر دهم و آخرش هم همینطور شد و طرح پوستر شد این ماهی کوچک که دارد دامونی از جنگل را که سمبل مبارزه و جنگیدن است فریاد می‌زند. گفتم زمینه پوستر سرخ است. غلام حسین ساعدی دستش را روی میز زد و گفت رنگ ماهی را سفید بگذار، معصوم و پاک.
و چون این شد که درنگ نکردم و کار پوستر را در 1 هفته یکسره کردم. زمینه سرخ، ملتهب و التهابی و ماهی کوچک سفیدی که دارد جنگل را فریاد می کند. جنگیدن و مبارزه. تاریخ شبها را در پوستر گذاشتیم 18 تا 27 مهر 56. ساواک وارد ماجرا شد و صدها پوستر را در محوطه انستیتوگوته به آتش کشید. مسئله این بود که می‌خواست تاریخ شاهنشاهی را بگذاریم، یعنی 2536. بالاخره بعد از کلنجارهای بسیار بخشی از آنها را با همان تاریخ 56 و بخشی را فقط نوشتیم از 18 تا 27 مهر همین. اگر دقت کنیم این پوستری که موجوده سال نداره، یعنی به اون گروه دومی که آقای خضرایی میگن تعلق داره و ضمن اینکه نام کانون نویسندگان رو هم اجازه ندادن بهشون که بنویسن، چون اصولا کانون نویسندگان ایران رو به رسمیت نمیشناختن و متاسفانه تا همین الان هم که ما اینجا ایستادیم کانون هرگز توسط هیچ دولتی در ایران به رسمیت شناخته نشد. برنامه ریزی این شب‌ها در واقع در یک کمیته انجام میشه، ولی شخصی که مسئول هماهنگی ها بود آقای جلال سرفراز بودند، شاعر و روزنامه نگار که در اون روزگار در روزنامه کیهان می نوشتند. آقای سرفراز گفتند در واقع شب‌های شعر خوشه الگوی من برای پیشنهاد 10 شب به انستیتوگوته بود. با این حال من برنامه مفصل‌تری را در نظر داشتم، از جمله جلسات پرسش و پاسخ که هر روز بعد از ظهر در محل انستیتوگوته برگزار می‌شد. تدارک برگزاری شب‌ها از نخستین گام‌ها تا هنگام اجرا بیش از 4 ماه به طول انجامید. در آن زمان کانون نویسندگان اجازه فعالیت علنی نداشت. کیهان پایگاه ما بود و کسانی چون زنده یاد، رحمان حاتفی، حتی شخص دکتر مصباح‌زاده پشتیبان ما بودند و می توانستیم خیلی با احتیاط از امکانات این مؤسسه بزرگ مطبوعاتی آن روزگار استفاده کنیم. شب‌های شعر خوشه تقریباً 9 سال پیش از این 10 شب، یعنی سال 47، با ایده و همت احمد شاملو در باشگاه شهرداری تهران برگزار شده بود. 4 شب شعرخوانی بود، 115 شاعر اونجا شعر خوانده بودن. شاملو در اون روزگار خودش نشریه‌ای رو با نام خوشه منتشر می‌کرد و در اون شب‌ها تنوع ذهنیت‌هایی میتونم بگم که حاضر بودن و اشعاری که میخوندن واقعا خیلی چشمگیره وقتی مقایسه میشه با 10 شب، با اینکه یک فاصله 9 ساله بینشون وجود داره. یعنی شاملو که همه ما میدونیم مثلا نقد داشت به شعر سپهری که چرا شعر اجتماعی نمینویسه در اون روزگار، از سپهری دعوت کرده بود و یکی از شاعرانی که در شب‌های شعر خوشه شعر خواند سپهری بود. خانم طاهر صفارزاده هم اونجا شعر خوندن، آقای موسوی گرمارودی هم در اونجا شعر خوندن و خب خود شاملو هم شعر خواند و نمایش روی صحنه رفت توسط مثلا آقای پرویز کاردان که در اون زمان در سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران رسما کار می‌کردن. نمایشگاه طراحی برای اردشیر محسس گذاشته شد. حالا در 10 شب می‌بینیم که این ذهنیت‌های کمی متفاوت خواهد بود و من فکر می‌کنم شاید بشه فکر کرد به اینکه پس زمینه اجتماعی واقعا در عرض این 9 سال چقدر فرق کرده بود، چقدر شاید اصلا بشه یک کار پژوهشی کرد که چقدر جامعه متفاوت شده بود در عرض همین 9 سال در مقایسه این دو برنامه. برای اینکه به خود 10 شب بپردازیم من اجازه میخوام روی چند موضوع مشخص متمرکز بمونیم، چون طبیعتاً ما نمیتونیم به همه اتفاقایی که در این شب‌ها افتاده برسیم. یک مسئله این هست که 10 شب رو یک حادثه تاریخی استثنایی ارزیابی میکنند در تاریخ همروزگار ما که فکر میکنم احتمالاً درست هم هست، به این دلیل که الان خود ما بعد از بیش از 4 دهه داریم هنوز دربارش حرف میزنیم. در نتیجه من از بسیاری از کسانی که پای صحبتشون نشستن و در این شب‌ها حاضر بودند در این باره پرسیدم که الان چگونه این رو میبینن و فکر میکنن چرا 10 شب یک حادثه استثنایی بود. آقای جواد طالعی شاعر و روزنامه نگار که در آن روزگار همراه آقای سرفراز در روزنامه کیهان کار می‌کردند گفتند در آن شرایط جو سیاسی کمی بازتر شده بود و احساس می‌شد حکومت در شرایط مناسب برای سرکوب شدید یا دستگیری‌های گسترده نیست. کانون نویسندگان فکر کرد با این حرکت مدنی احتمالاً می‌تواند حکومت را وادار کند کانون را به رسمیت بشناسد.
این در حقیقت انگیزه اصلی بود که بیان نمی‌شد. تنها گفته می‌شد حالا که قرار است کاری انجام شود بهتر است کاری بزرگ باشد. 60 شاعر و نویسنده و برای چند شب. میدونیم که این همزمان با دوران ریاست جمهوری کارتر در آمریکا بود که این اتفاق در ایران میفته. و آقای آزرم شاعر که در اون شبها هم شعرخوانی داشتند گفتند شبهای شعر گوته به نظر من یک سرفصل تاریخی بود و چون سرفصل بود رو به آینده باز شد. انباشت خواستهای مدنی که میبایست به مردم داده میشد و در مجالی که پیش آمده بود در انواع چشماندازهای نظری بیان شد. من اهمیت آن شبها را به دلیل اعتراضهایی که شد نمیبینم. گرچه کانون نویسندگان در نفس خود یک جمع معترض بود که در اعتراض به اعلام برگزاری کنگره شاعران و نویسندگان از سوی دولت تشکیل شد تا بگوید هنر امری دولتی نیست. اهمیت آن شبها در این است که رو به آینده صحبت می کنند. و یک نکته دیگری که آقای طالعی باز ذکر می کنند این هست که ایشون گفت می توان گفت شبهای شعر گوته یک جریان پویا ایجاد کرد. به عنوان نمونه پس از آن شبها سعید سلطانپور که نسبت به شاه کینه بزرگ و نیرومندی داشت و این را همه می دانستند در دانشگاه شریف برنامه شعرخوانی گذاشته بود تا بتواند حرف خودش را بزند که البته با دخالت ساواک نیز مواجه و دچار مشکل شد. ولی مهم ارتباط تنگاتنگی بود که میان لایه روشنفکر و جوانان تحصیل کرده ایجاد شده بود. یعنی شبهای شعر جامعه روشنفکری و دانشجویی را با جسارت بیشتر رو در روی رژیم قرار داد. من اجازه میخوام بپرسم هستن کسانی که در اون شبها حاضر بودند؟ حالا یکی از اون شبها شما بودید. این مطلب رو من چند جای دیگه هم خب ارائه کردم برای معرفی کتاب بیشتر و در تورنتو در کانون کتاب تورنتو آقای سعید حریری گفتند که اون روزگار دانشجو بودند و در تمام این 10 شب شرکت کرده بودند تا ببینن نویسندگان و شاعرانی که در واقع محبوب بیشتر جامعه بودند در اون روزگار اونجا چه صحبتی میکنن. و ایشون میگفتن که با توجه به اینکه در تمام طول این 10 شب در پشت دیوارهای این باغ نیروهای انتظامی حاضر بودند، هرچند که در خود برنامه ها دخالتی نکردن ولی اونجا ایستاده بودند. و آقای حریری به من گفتن، یعنی در برنامه گفتن که ایشون برای نخستین بار، گفتن من که یک جوان دانشجو بودم، برای نخستین بار احساس کردم که هزاران نفر دیگه هم مثل من فکر میکنند و من اینا رو نمیشناختم و ما میتونیم بریم در این فضا این حرفا رو بزنیم به این روشنی بر ضد دولت و بعد هم دسته دسته بیایم بیرون و از جلوی نیروهای انتظامی رد شیم و بریم خونه و هیچ اتفاقی هم نیفته. در نتیجه اینو من در واقع در تایید صحبت آقای طالعی که میگن با جسارت بیشتری اون حالا هر کسی که مخالفتی داشت در برابر نهاد قدرت تونست قرار بگیره. بعد از اون یک مسئله دیگر که گفته شد در نخستین شب در بازگشایی 10 شب که در واقع محور بحث ها خواهد بود، پرداختن به مسئله سانسور بود در واقع. ولی نکته خیلی جالب اینه که خواسته شده بود که اصلا کلمه سانسور در برنامه ها در سخنرانی ها مطرح نشه، یعنی خود کلمه سانسور هم سانسور شده بود و به جای اون از کلمه ممیزی استفاده بشه که البته توجهی هم کسی نکرد و استفاده شد این کلمه. ولی به هر حال پرداختن به این موضوع بود که غیبت آزادی بیان، حالا با هر اسمی که میخوان روش بذارن، چه اثری بر شاعر، نویسنده یا حالا در یک نگاه فراگیر بر آفریننده آثار فرهنگی داره و چه اثری بر بخش دیگری از بدنه جامعه که مخاطب این آثاره. در این باره هم برمیگردیم به برخی از صحبت‌هایی که در 7 سال پیش در مصاحبه، یعنی بعد از نزدیک 40 سال دوستان فکر میکنن و همچنین صحبت‌هایی که در اون شب‌ها داشتند. آقای آزرم گفتند در حضور سانسور جهانبینی‌های گوناگون، یعنی نگاه‌های گوناگون به نظام‌های ارزشی متفاوت، امکان برخورد با همدیگر را ندارند. در نتیجه حقیقتی از میان نظام‌های ارزشی بیرون نمی‌آید، چرا که حقیقت واحد در جهان وجود ندارد. سانسور فضا را رادیکال می‌کند و متأسفانه به صرف اینکه یک نویسنده یا شاعر زندان رفته است، دارای ارزش می‌شود و در فرهنگی با آن پیشینه استبداد ذهنی
قدرت سیاسی خطی میان فرهنگ و هنر مجاز و ممنوع می‌کشد که خواه ناخواه بین هنرمندانی که به آفرینندگان آن دو نوع هنر تقسیم شده اند نیز نوعی تقابل به وجود می‌آورد و نویسنده و یا شاعری که برای یک نوشته به زندان رفته است نمی‌تواند ساده از کنار آثار کسانی که بی‌دغدغه کار می‌کنند بگذرد. اگر حاکمیت سیاسی یکی را برنکشد و یکی را فرو نکوبد، شاید این دو دسته با تمام اختلاف نظرهایشان در نهایت بتوانند کنار همدیگر بنشینند و با هم حرف بزنند. ولی منطقی نیست بپذیریم که امکان پرداختن به هنر و مثلا شعر معاصر در رادیو و تلویزیون در اختیار کسانی باشد، ولی در این سو دیگرانی بابت همان شعرها و همان هنرها این اندازه با دستگاه سانسور مشکل داشته باشند. و خانم مهشید امیرشاهی که البته عضو کانون نبودند و البته یه نکته اینه که در کانون در بین سخنرانایی که یا شاعرانی که اونجا برنامه‌ای داشتن بین اون 60 تن فقط 3 نفر زن بودن، 57 مرد صحبت کردن. خانم امیرشاهی عضو کانون نویسندگان اصلا نبودن ولی رفته بودن ببینن برنامه به چه شکل خواهد بود و ایشون گفتن قدر و قیمت پیدا کردن آثار بی‌ارزش ادبی با تمام لطمه و صدمه‌ای که به فرهنگ و ادب میزند عمده ترین خطر سانسور نیست. خطر عمده تر این است که نوشته سانسور شده بلافاصله معانی عجیب و غریب سیاسی پیدا می کند و نویسنده مطلب سانسور شده خارج از صلاحیتش مسئولیت‌های سیاسی بر عهده می‌گیرد و می‌شود رهبر و راهنما. سانسور حرف زور است، منطق که ندارد و در واکنش به حرف زور مخالفت به طور مطلق مهم جلوه می‌کند. وقتی نفس مخالفت ارزش پیدا کرد، دیگر محتوای آن و صلاحیت مخالفخوان از قلم می‌افتد. و آقای دکتر احمد کریمی حکاک که عضو اون دوره از کانون نویسندگان البته بودند ولی در اون دورانی که 10 شب برگزار میشد ایشون آمریکا بودن برای کار کردن روی پایان‌نامه دکتریشون و خیلی کمک کردن از طریق در واقع کنفدراسیون برای اینکه آگاهی رسانی کنن درباره این اتفاق که داشت در ایران رخ میداد. دکتر حکاک گفتن به نظر من سانسور و خودسانسوری 2 نقطه یک خط ممتدند و در حقیقت این خواست سانسورگران است که با ایجاد رعب کار نویسنده را به جایی برسانند که او خود و با تایید و تشویق اطرافیانش سانسورگر خود شود یا زبانی پر از ایهام و استعاره پیدا کند و امیدوار باشد که خوانندگانش به درک و دریافت نمادین آنچه او می‌خواهد بگوید برسند. زمانی که نویسنده نتواند تصویری را که در ذهن خود دارد به مخاطب منتقل کند، رفته رفته افق ذهنی نویسنده و خواننده و منتقد هر سه تنگتر می شود. تا اینجا همونطور که می بینیم حتی بعد از چند دهه هر آن کس که باهاش درباره سانسور یا هر گونه نظارتی بر یک آفریده فرهنگی صحبت میشه شاید یک کمی طبیعیه که فکر میکنه به نهاد قدرت. حتی خود ما احتمالاً همه ما که الان اینجا داریم به این موضوع فکر میکنیم که این اعمال نظر یا هر گونه دخالت و سانسور حتما توسط دولت صورت میگیره. در اون شبها هم تمام متن البته به همین ترتیبه، خیلی تند البته، ولی در سومین شب تنها متنی که یک متن غیر ایدئولوژیکه، یک متن غیر انقلابیه و واقعا یک متن فرهنگی است و مقوله تازه‌ای رو باز میکنه درباره نظارت بر کار دیگران یا سانسور دیگران، متن سخنرانی آقای بهرام بیضایی است که آقای بیضایی در اون شب‌ها از در واقع میشه گفت سانسوری که خود روشنفکرها بر همدیگر دارند صحبت میکنن برای اولین بار و تنها متن نیست که من فکر میکنم اگه همین الان اینجا ارائه بشه واقعا لازم نیست یک کلمه درش دست بخوره، اینقدر این متن دقیقه و درست نوشته شده. آقای بیضایی در اونجا میگن سانسور فقط آن قشر مرئی ظاهر نیست، همه دیگران هم شما را سانسور میکنند و مهم است که همه ما زیر اسم واقعیت این کار را میکنیم. احتمالاً واقعیت کلمه‌ای است که همه به کار میبریم، سکه‌ای است که همه خرج می‌کنیم، ولی منظورمان از واقعیت واقعاً واقعیت نیست بلکه مصلحت است. واقعاً نمی‌خواهیم کسی همه واقعیت را بگوید،
آن قسمت از واقعیت را می‌خواهیم که فعلاً صلاح است، به تعابیر مختلف مؤثر است، یا سازنده است، یا امیدوار کننده است، یا پویاست، یا متعهد است، یا ما خوش داریم. و دست آخر ممکن است اصلاً ربطی هم به واقعیت نداشته باشد. من اجازه میخوام با هم گوش کنیم به چند دقیقه از سخن آقای بیضایی در همون 43 سال پیش. شما یک زمانی صحبت میکنید فقط راجع به یک داستان نظارت. من اصلا راجع به نمیخوام صحبت کنم. من راجع به یک گروه‌های نظارت نامرئی میخوام صحبت کنم که حتی یک کمی خطرناک‌تر به دلیل اینکه چهره مشخص ندارن. شما در مورد داستان نظارت بودید با کی و با چی طرفید. در مورد این گروه‌ها نمیدونید با کی و با چی طرفید. احتمالا ما هم از نویسنده نمیخوایم که واقعیت بگه. ما هم علاقه‌مندیم که نویسنده اون چیزی که مصلحته بگه. منتها مصلحت ما البته فرق میکنه. به این ترتیب ما هم به نوعی نویسنده رو تعیین میکنیم. این هر دو نادرسته. اون چه که دستگاه و دولت و وسایل نظارت تعیین میکنه و اون چه ما به عنوان عکس‌العمل تعیین میکنیم. درست این نیست که ما بخواهیم که نویسنده اون چرا که ما میخوایم بگه. درست اونو که بذاریم نویسنده اون چرا که فکر میکنه بگه. و ما هم خودمون شخصا فضایی به وجود بیاریم که توش بکنیم اون چرا که فکر میکنیم بگیم. احتمالا فکرهایی که در زمینه با هم مساوی هم، یکی هم. ولی طرز بیان، استقلال فکر یا احتمالا جلوتر بودن یا بینش شخصی درش فرق کنه. شما نخواهید که کنابان در پشت سر گروه و قافله بیاید. اون احتمالاً قراره که جلو بره. اون احتمالاً قراره نیازهایی رو میگه که جامعه نمیدونه بهش احتیاج داره. احتمالاً این درست نیست که ما بخواهیم که نویسنده اون چیزی رو بگه که ما میخواستیم. اون کافی نیست. نویسنده باید چیزی بیشتر از اون رو بگه که ما میخواستیم. اون باید چیزایی رو بگه که ما نمیدونیم میخوایم. خب برای این صورت من فکر میکنم به این نوع طرز فکر متعلقم. فکر میکنم اگر این شستشی میباید در فضا اتفاق بیفته، این مقدار هم باید در ما اتفاق بیفته. فکر میکنم ما که الان در کشور بیرون از کشور زندگی میکنیم و واقعا به معنای رسمی دولتی بالای سرمون نیست، الان خیلی ارتباط برقرار میکنیم با چیزی که آقای بیضایی اون شب گفتن. و درباره این صحبت حالا بعد از نزدیک به 4 دهه که این مصاحبه ها انجام میشد، الان واقعا همه تایید میکردند که کار درست اون بود و برخورد درست اون بود و روشنفکران اون زمان خودشون چقدر در واقع همدیگر رو سانسور میکردن. خانم آقای سیروس علی نژاد که در اون روزگار معاون روزنامه آیندگان بودن، معاون سردبیر آیندگان بودن، ایشون الان یعنی بعد از این دوره میگن اما تنها این حکومت نبود که با آزادی اندیشه و قلم خصومت داشت. دشمنی خودی‌ها با آزادی و آزادی اندیشه هولناکتر بود. آنها که تئاتر نعلبندیان را بر نمیتافتند، شک دارم که قصد داشتند جامعه را به سوی آزادی اندیشه رهنمون شوند. ریاست شخص آزادیخواهی چون فریدون آدمیت بر کانون حتی 2 ساعت هم تحمل نشد. و آقای دکتر اسماعیل خویی که اونجا در اون شب‌ها شعرخوانی هم داشتن، ضمن تایید این مسئله سانسوری که خود روشنفکرها با نظام‌های ارزشی گوناگون برهم داشتن، خاطره‌ای رو هم تعریف می‌کنن که فکر می‌کنم خیلی شنیدنی است. همچنین یک دولت دیگر اندیشان رو به ویژه اکنون حق می‌کنه و از خود نمی‌کنه، روشنفکران نیست دیگر اندیشان رو رد می‌کنن و از خود نمی‌کنن. بسیاری از این که روشنفکران دیگر اندیشان خودشون رو ترک می‌کنن تا جایی که می‌تونن رویاروشون می‌ایستن، همین گرایش سیاسی است. یادم ما خودمون
آقای سپانلو زنده یاد در یک مصاحبه که با BBC فارسی چند سال پیش داشتن هم خاطره ای رو به یاد میارن که به این موضوع مربوطه. آقای سپانلو گفتن 3 سال قبل از آن، یعنی قبل از 10 شب، سعید سلطانپور و رفقایش به تئاتر سلطان مار بیضایی حمله کرده بودند و تئاتر را به هم زده بودند. او خواسته بود افسانه قدیمی سلطان مار را اجرا کند که به مذاق این آقایان خوش نیامد و زدند و به هم ریختندش. وقتی که در سال 1358 بچه‌های حزب اللهی تئاتر عباس آقا کارگر ایران ناسیونال سلطانپور را به هم زدند، تهران مصور مصاحبه‌ای با من کرد و همانجا گفتم ما میگوییم این کار درستی نیست، ولی سلطانپور خودش بنای این کارها را گذاشت. و خانم شبنم آذر از شاعران و روزنامه نگاران در واقع نسل بعد از برگزار کنندگان 10 شب درباره نظری که آقای بیضایی داشتن میگن بهرام بیضایی در آن شبها شاید تنها کسی بود که از محدودیت‌هایی که عرف ایجاد می‌کند نیز سخن گفت. در واقع بیضایی گفت افکار عمومی را می‌شود همواره در سطحی قرار داد که خود این وضعیت مانع رشد فرهنگی شود و خود افکار عمومی نیز در زمان‌های نقش سدی را در برابر تحول ایده‌ها و اندیشه‌های مترقی بازی کند. این موضوعی است که شاید ما کمتر به آن پرداختیم، زیرا همیشه فشار از بالا مانع از آن میشد که بر خودمان متمرکز شویم. به همین دلیل از بیضایی مثال میآورم، چون او همیشه اول نگاه به خود را مد نظر دارد. من این مطالب رو که داشتم آماده می‌کردم خیلی تصادفی برخوردم به یک مصاحبه که 4 سال پیش، سال 95 خورشیدی، نشریه اندیشه پویا در ایران با آقای بیضایی انجام داده بود و تصادفاً در جای از این مصاحبه اشاره شده بود به سخنرانیشون در 10 شب و یک مطلبی گفته بودن که خیلی جالبه، من نمیدونستم. گفته بودن که متن سخنرانیشون نوشته آماده‌ای نبود. به شادروان بهازین گفتم میخواهم درباره فشار بر نمایش چیزی بگویم و به ویژه چشمانداز بسته نمایش شهرستان‌ها. اما با پرخاش‌های تندی که بر کارگاه نمایش و تئاترهای جشن هنر در سخنرانی‌ها شد، دیدم در واقع میگویند چرا فشار بر نمایش کم است و چرا حکومت سانسورهای خواسته ما را اعمال نمی‌کند. همانجا از خودم پرسیدم آیا ما از آزادی دفاع می‌کنیم یا آزادی می‌خواهیم برای سانسور دیگران؟ به هر حال یک مورد دیگری که در این شب‌ها میشه بهش فکر کرد، من فکر می‌کنم اگه ما تصور کنیم که از 60 شاعر و نویسنده دعوت شه در برنامه شرکت کنن، احتمالاً اینها با هم هماهنگ نکرده بودن دقیقاً چه صحبتی ارائه بدن. درسته که یک موضوع خیلی کلی در واقع در ستایش آزادی بهشون داده شده بود، ولی مفاهیم و مضامین و حتی کلماتی که به کار می‌بردند رو که با هم حتما هماهنگ نکرده بودن. ولی الان که ما همه این متن‌ها رو در دست داریم، در بازخوانی یک کاری که میتونیم بکنیم اینه که ببینیم آیا ممکنه ذهنیت‌ها یا نظام‌های ارزشی، حتی کلماتی خیلی تکرار شده باشه در تمام این شب‌ها، یا حتی بشه گفت که مسلط بوده بر کل برنامه. و این یکی از کارهایی بود که من کردم در این بازخوانی و فکر میکنم اگه متن‌ها رو کسی بخونه شاید دشوار بشه انکار کرد تسلط ذهنیت چپ و ذهنیت اسلامی رو بر این شب‌ها، و این تسلط واقعا به گونه‌ای است که اشعار زیادی با مثلا حدیث یا آیه قرآن باز میشد، اشعاری در باره امامان شیعیان سروده شده بود، متن‌های سخنرانی زیادی تقدیم میشد حتی از طرف شاعران مارکسیست به پیغمبر اسلام، یا بسته میشد با یک حدیثی از امامان شیعیان. و اون مفهوم آزادی که در ابتدا بیان میشه، اگر متن‌ها رو آدم پشت سر هم بخونه احساس میکنه که به تدریج داره جای خودش رو میده به اون تعریفی که ذهنیت چپ آن روزگار از عدالت داره. اصلا از یک جایی به بعد آزادی دیگه زیاد مطرح نمیشه. و من البته واقعا شخصا هیچ گونه مشکلی ندارم که شعری مثلا درباره امام اول شیعیان سروده شه و در اون شب‌ها خونده شه یا به هر شکلی، ولی پرسش من شاید بیشتر اینه که چگونه است که ذهنیت‌های دیگه اونجا حاضر نیستن در فضایی که میگه داره برای آزادی بیان برنامه برگزار میکنه، و چگونه است که رسما خواستار حذف برخی از ذهنیت‌ها میشن، تا اونجایی که مثلا آقای منوچهر هزارخوانی در سخنرانیشون رسما از شخصیت‌های نام میارن مثل دکتر علی اصغر حکمت یا ذبیح الله صفا،
و میگن که نهاد قدرت دوست داره که ما اینها رو به یاد بسپاریم و فکر کنیم که در واقع ما بر شانه های اینها سوار شدیم، ولی ما اصلا نمیخوایم این چنین باشه و ما دوست داریم که از آل احمد نام ببریم. و بعد هم سخنرانیش رو پایان میده با به اونطور دقیقاً با جمله‌ای که خودش میگه من سخنم رو با حدیثی از آن بزرگوار عرب به پایان میبرم که گفت هر کس کلمه‌ای به من بیاموزد من رو تا ابد بنده خود کرده، که به نظر من خیلی جمله قشنگیه، حالا هر کس گفته. ولی آقای هزارخانی میگن و من به همین دلیل، چون قبلش مثلا یاد میکنن که نمیخوان هیچ جوری شاگرد ذوی الله صفا باشن یا دکتر حکمت، من به همین دلیل ترجیح میدم که تا آخر عمرم بی سواد و آزاده بمونم، که در من هنوز اینو نمیفهمم یعنی چی. یعنی به هر حال منظور من اینه که نقدی که حداقل من دارم روی حذف افراده، نه روی اینکه چرا مثلا یک شعر به فلسطین تقدیم شده یا درباره امام اول شیعیان بوده. ولی به هر حال برای اینکه اینو ما یه ذره بیشتر آشنا بشیم باهاش، با فحوای مطالبی که ارائه میشد، من چند سطر از شعرخوانی آقای جعفر کوشابادی که شاعر مارکسیست بودن رو با صدای خودشون پخش میکنم که ایشون رسما از امام 12 شیعیان میخواد که بیاد و کشور رو نجات بده. جان پریده از دل بستر از آن صبح، یک سو کشیده پرده و بستر به آسمان، در جذبه خلوص نظر دوخته به مهر، با های گریه اندوه بار خویش فریاد میزند من خواب دیدم میان شهر لبیک قلب بود که بر قلب دشمنان چون تیر می نشست. آقا سوار اسب و همه خلق در رکاب شمشیر می زدند. دیدم که قاسمم آنجا میانش جمع شمشیر می زدند. مانند ساقه می شکند روی قامتش، از دیده جوی اشک سرازیر می کند. حالا چه می کند؟ او را نکشتند یا صاحب الزمان به ظهورت شتاب کن. و من مخصوصا تشویق زیاد مردم رو هم قطع نکردم چون میخوام دربارش بعد صحبت کنم. در این باره، یعنی درباره اینکه خب الان خیلی راحته، میدونید با کامپیوتر میشه خیلی راحت آدم پیدا کنه چه کلماتی چند بار تکرار شدن وقتی همه متون رو در دست داریم. و من وقتی درباره بسامد بالای این مفاهیم و کلمات و این مضامین خوندم و خیلی تعجب کردم، با چند نفر صحبت کردم و خانم مهشید امیرشاهی گفتند اینها کلیدواژه‌های روشنفکری قبل از انقلاب بود و کلیدواژه‌های خود انقلاب هم شد. آزادی خواستن از رژیم شاه و یا به اسم آزادی به رژیم آریامهری تاختن دلیل آزادی خواهی نبود. همانطور که صحبت از حقوق بشر نشانه دلبستگی به این حقوق نبود. این هر دو را طی انقلاب و در زمان اعدام‌ها سنجیدیم. البته من فکر می‌کنم اگر بخوایم منصف باشیم، شرط انصاف اینه که در ضمن به اون جمعیت مخاطب هم نگاه کنیم که واقعاً مردم هم چه جور متونی رو، چه اشعاری رو بیشتر استقبال می‌کردن، بیشتر دست می‌زدن و بیشتر در واقع می‌خواستن، یعنی ذهنیت اون جامعه‌ای رو هم که نویسندگان و شاعرانی که در 10 شب برنامه داشتن از اونجا برخاسته بودند نمیشه نادیده گرفت. دکتر اسماعیل خویی گفتند از لحظه‌ای که سعید جان سلطانپور پشت تریبون آمد و پیشگفتار خود را خواند و به طور فشرده گفت که از زندان آمده و سرافراز است که عضو کانون نویسندگان ایران است، اما آنچه آن شب می‌خواند با مسئولیت شخصی او و کاملاً جدا از مسئولیت کانون است. و با واکنشی که مردم به شعر او نشان دادند، شاعران و نویسندگان دیگر انگار برانگیخته شدند که هرچه بیشتر از تایید و پذیرش و ستایش مردمان برخوردار شوند و فراموش کردند که قرار بود ما نرم و آرام پیش رویم. از آن شب به بعد انگار به ویژه میان شاعران مسابقه در گرفت و داشتیم کسانی را که در همان شبها شعرهای سرودند و یا فضای سیاسی شعرهای پیشینشان را تندتر کردند و به طور کلی فضای شبهای شعر بعد از سعید سلطانپور فضایی بسیار عصبی و لحظه به لحظه پرهیجان‌تر شد. و
آقای جواد طالعی گفتند شاید برای جمعی که برای 3 دهه امکان حضور اجتماعی پیدا نکرده بود، طبیعی بود که در چنان جمعیتی و با چنان استقبالی لحن کمی شعارگونه هم بگیرد، به ویژه که مردم هرچه بیشتر شعر اجتماعی تر و منتقدتر بود بیشتر تشویق می‌کردند. هرچه بود 10 شب شعر انستیتو گوته با حضور نیروهای انتظامی در پشت دیوارهای باغ انجمن روابط فرهنگی ایران و آلمان به هر حال به سرانجام خودش میرسه. همه برنامه‌ها برگزار میشه و البته این 10 شب در حافظه تاریخ اجتماعی ما باقی میمونه و در ارزیابی بسیاری از تحلیلگران یکی از نخستین نمادهای حرکتی میشه که در نهایت به انقلاب اسلامی منجر میشه. یک مسئله دیگه که من فکر میکنم خوبه روش درنگ کنیم اینه که در سال 58 مهر سال 58 یک جمعی در کانون نویسندگان میان پیشنهاد میدن در همین دوره کانون، یعنی درست همین افراد بودند و پیشنهاد میدن که بیان در سالگرد 10 شب یک شعرخوانی دیگری برگزار کنن، سخنرانی و شعرخوانی دیگری کانون برگزار کنه. عنوانش رو هم انتخاب میکنن شب‌های آزادی و فرهنگ، چرا که خب تازه مهر 58 بود، خیلی از پیروزی انقلاب نگذشته بود و احتمالاً اون دوره از کانون که در 10 شب اون مطالب رو ارائه میدادند هنوز اون موقع شاید برداشتشون این بود که به بسیاری از خواستهاشون رسیدن، به ویژه چپ‌ها و اسلامی‌ها. ولی جالب اینه که این پیشنهاد پذیرفته نمیشه توسط بسیاری از اعضای کانون، یعنی پذیرفته نمیشه و اتفاق هم نمیفته و البته متاسفانه هیچ وقت دیگه ما نتونستیم یک چنین کاری بکنیم، چنین جمعی رو کنار هم جمع کنیم. این هم یک مسئله بود که برای من حداقل جالب بود و سعی کردم از چند نفر از دوستانی که در اون دوره کانون بودن بپرسم که در واقع چه شد. آقای آزرم گفتند به گمان من نویسندگان آزادیخواه و عدالتجویی که به هیچ سازمان سیاسی معینی بستگی نداشتند، با آنها که سازمانی و تشکیلاتی بودند با یک نگاه به قضایا نگاه نمی کردند و اگرچه در آن شبها کنار هم نشسته بودند مانند هم نمی اندیشیدند. گوش میکنیم به توضیح بیشتر آقای آزرم که 6-7 سال پیش این صحبت رو کردند. فضای باز سیاسی یک هم بازتر شده، اونجا جای موضع‌گیری بوده. اینها میدانیم که آقایان بازین، کسایی، سایه، تونکابونی، برومند با این استدلال که شب‌های آزادی و فرهنگ نیروی حاکمیت ضد امپریالیسم برآمده از انقلاب رو تضعیف می‌کند، قرص قایم جلوی برنامه ایستادن که سرانجام هیئت زندان نابودی اینها رو عضویتشون رو معلق کرد و تکلیف نهاییشون هم به اجماع عمومی فوق‌العاده برگزار کرد که 3 شبانروز بعد بود تا سرانجام اینها این دلیل پافشارشون بر این مسئله از قانون اخراج شد. به مجردی که قضاوت شد که باز جدا شد. یک بار دیگه من گفته بودم سال 53 اگر کسی در زندان قرد تمثیل کرد، گفتم سال 53 که زندان قرد سوار می‌کردی از چپ به راست عده‌ای پشت به دیوار می‌دیدی ایستادن، از چپ به راست از میزن جزنی شروع می‌شد به عسکرولادی ختم می‌شد. این وسط چند نفر عمامه دکترم پیدا شد. در یک نگاه سطحی خیال می‌کردی نه همه توی یک سطح ایستادن، بگه واقعا هم توی سطح ایستاده بودن، اما یک نگاه تاریخی میتونست بفهمه که جلوی اینها همین که پشت سر دیواره جلوشون هم دیواره، اینا یک متر فضا ندارن که اگر یک متر فضا میداشتن بخشی از این سطح میپیچید جلو بقیه سطح وایستن. همطور که آقای آزرم گفتن در واقع استدلال دوستانی که مخالف بودن با برگزاری شب‌های فرهنگ و آزادی و فرهنگ این بود که نیروی ضد امپریالیسم برآمده از انقلاب میتونه تضعیف بشه با برگزاری شب شعر و سخنرانی. آقای دکتر باقر پرهام گفتند آن موقع کنار هم ایستادن به دنبال یک هدف صنفی مشترک، مبارزه با سانسور و تقاضای آزادی بیان کاملا صنفی و از این رو کاملا امکان پذیر بود. چپ که در آن رویداد مرحوم بهازین و هوادارانش در کانون نویسندگان نمایندگیش را می‌کردند، به این نتیجه رسیده بود
که همکاری صنفی برای هدفهای صنف مفید است و کنار دیگران ایستادند. ولی بعد از انقلاب دیگر بهازین و همراهانش اعضای یک حزب سیاسی بودند که تصمیم گرفته بودند به پیروی از استراتژی حزب توده زیر عبای آخوند بروند و سیاسی کاری کنند. همین سیاسی کاری را برای در دست گرفتن مهار کانون نویسندگان به شدت در داخل کانون نیز برخلاف اساسنامه و منشور کانون چندان دنبال کردند که سرانجام ما مجبور شدیم 5 تن از سرانشان را از کانون اخراج کنیم و مجمع عمومی کانون نیز تصمیم هیئت دبیران کانون در این مورد را تایید کرد. بنابراین تفاوتی که شما در رفتار این بخش از اعضای کانون می‌بینید و تعجب هم می‌کنید، تفاوت برخاسته از 2 شرایط سیاسی متفاوت است و تعجبی هم ندارد. و آقای فرهنگ فرحی زنده یاد، روزنامه‌نگار، ایشون ستون فرهنگی کیهان رو در آن روزگار کار می‌کردن و فقط اونجا به عنوان مخاطب برنامه‌ها در واقع می‌رفتن. ایشون گفتن هدف انداختن شاه بود و همین کنار هم نگاهشان می‌داشت. اینها مطلقاً به آینده نگاه نمی‌کردند. طاهر صفارزاده و سعید سلطانپور هر کدام برای ایدئولوژی خودشان می‌جنگیدند و آنچه کنار هم نگاهشان می‌داشت انداختن شاه بود. برای همین است که بعد از انقلاب اسلامی دیگر دلیلی برای کنار هم ایستادن نداشتند. به هر حال بازخوانی 10 شب، حالا به شکل کتابی که در آمده، با این سطر از ابتهاج سایه باز میشه به امیدی که خرد فرمان خواهد راند و مقدمه کوتاهی داره کتاب با این چند سطر از شعر پگاه احمدی و فکر میکنم که سرنوشتمان این نیست. باید به فکر تعمیر ساعتی باشیم که از بس به فکر ماست صبحها بیدار باشش را نمیزند. من تلاشم این بود با دوستانی که تونستم مصاحبه کنم سعی کنم بیشتر پرسش ها رو برای هر شخصی از متن سخنرانی خودش بیرون بکشم یا از شعری که اونجا خونده و ببینم واقعا بعد از 40 سال یا کمی بیشتر الان چگونه فکر میکنه به صحبتی که اون روزگار داشته و در نتیجه فکر میکنم این مجموعه میتونه یک نگاهی باشه برای هر کسی به خودش و به یک فضایی در بیرون از خودش و برای ما که امروز بعد از 4 دهه اینها رو نگاه میکنیم هم یک نگاهی باشه به یک اتفاقی که افتاده و شاید برگردیم و به خودمون هم نگاه کنیم، چون به نظر میرسه که ما هنوز با همون مشکلات و چالش ها روبرویم و ارزیابی شکل و شیوه و مسیر مبارزه متقدمینمون میتونه به ما کمک کنه که شکل و شیوه و مسیر مبارزه خودمون رو پالوده کنیم. یک پرسش مشترکی من در پایان این تنها پرسش مشترکی که من از همه کسانی که در این کار شرکت داشتن پرسیدم این بود که اگر بر فرض مجموعه‌ای از محالات الان ممکن بشه که در ایران کنونی ما این 10 شب رو برگزار کنیم و آزاد باشیم که هر چه می‌خواهیم بخوانیم و هر چه می‌خواهیم بگوییم، چه خواهید گفت؟ و جالب این هست که دوستانی که 40 سال پیش در 10 شب شرکت داشتند همه بدون استثنا گفتن که هرگز متنی نزدیک به آنچه را که اون موقع ارائه دادن ارائه نمیدن، یعنی در واقع متن ایدئولوژیک به هیچ وجه ارائه نمیدن و سعی میکنن که بپردازن به مشکلاتی که نهادینه شدن احترام به حقوق بشر و دموکراسی در متن جامعه ایران، نه در دولت، در روابط بین مردمان داره. من یکی 2 نمونه از اینها رو ذکر میکنم و دیگه زحمت رو کم میکنم. آقای علیرضا بهنام، روزنامه‌نگار و شاعر همدوره خود من، گفتند که من در این برنامه فرضی از ضرورت رواداری و پذیرفتن عقیده مخالف سخن خواهم گفت و از دوستان نویسنده‌ام خواهم خواست سانسورچیان یکدیگر نباشند و به امکان انتخاب مخاطبشان احترام بگذارند. همینطور به قدرتمندان گوشزد خواهم کرد که سانسور دردی از دردهای آنها دوا نخواهد کرد، چرا که جامعه آن محتوایی را که بخواهد به رغم سانسور به دست خواهد آورد. و آقای دکتر کریمی حکاک گفتند از شکست ادبیات ایدئولوژیک و آرمانی و انبوه متون مرده‌ای که دهه‌هاست به نام ادبیات انقلاب اسلامی تولید می شود و خود بهترین گواه شکست ادبیات ایدئولوژیک، ادبیات انقلاب اسلامی و اساساً انقلاب اسلامی دست کم در بعد فرهنگی آن است سخن می‌گویند. و در نهایت کتاب با این گفته ایرج گرگین زنده یاد
بسته میشه. مقصود آگاه بودن و پیوسته نگریستن است و هر روز خود را باز نگریستن که مبادا به راه خطا رفته باشیم. در واقع هیچ چیز در جهان حکم کلی و ابدی ندارد و امید من همین هست که با بازخوانی اتفاقهایی که در تاریخ همروزگارمون افتاده بتونیم هر روز خودمون رو از نو بازخوانی کنیم. سپاسگزارم، ببخشید اگر خسته شدید. اگر پرسشی هست من در خدمتتون هستم. برای دوستانی که احتمالاً علاقه داشته باشن در این باره بیشتر بدونند یا بشنوند، یک پادکستی هست به نام گارسه. در ایران یکی از دوستان جوان روزنامه‌نگار من کار میکنه و 3 اپیزود درباره 10 شب ساخته. خیلی خیلی برنامه خوبیه، صداهای زیادی توش پخش شده، خیلی رفته تحقیق کرده، حتی چون داخل کشور رفته تو اون فضایی که اون موقع انستیتو گوته بوده و آره، هم در ساوند کلاود هم در شبکه‌های اجتماعی اگر بگردید دنبالش. 3 اپیزود خیلی خوب داره درباره 10 شب و کتاب بازخوانی 10 شب هم که متن کامل تمام این مصاحبه هاست. اگر کسی دوست داشته باشه ایمیلش رو به من بده، من همین امشب میتونم براتون ایمیل کنم، یا اینکه فقط جستجو کنید بازخوانی 10 شب، کتاب رو میتونید رایگان دانلود کنید از روی اینترنت. خیلی ممنون. گفتید شماره کردید کلماتی که بله، من هم کلماتی رو که مثلا شماره کردم برای اینکه ببینم واقعا چه کلماتی خیلی تکرار شده و دیدم یا چه مفاهیمی، حتی مثلا احادیث اینطوری شماره کردم و دیدم که چقدر تعداد زیادی از متن سخنرانی ها یا با یک حدیث باز شده یا با یک حدیث بسته شده یا رجوع داده شده، یعنی به عنوان مثلا منبع که در ضمن پیغمبر اسلام هم چون اینطوری گفته بودن پس ما اینطوری فکر میکنیم. و کلمات، بله، مثلا درباره کلمات میتونم بگم که اسامی امامان شیعیان خیلی تکرار شده، کلمه عدالت خیلی خیلی بیشتر از آزادی تکرار شده و چقدر از اشعار به فلسطین یا تقدیم شده یا درباره فلسطین بوده. این مسئله اسلام پناهیش خیلی به نظر من خیلی جالبه، هم مهمیه هم جالبه، هم یه مقداری همجنسی این دو فکر رو نشون میده. این فکر توده‌ای و مارکسیستی قالب فقط اینا نبودن، ولی فکر مارکسیستی حاکم در اون زمان عین فکر مذهبیه. روایت عرفی شده فکر مذهبی، یه عالم قدسی داره، یه بهشت داره، یه امام زمان داره، امام زمانش استالینه یا مهدی. واقعا میگم این از لحاظ بافت اساسی اندیشه تفاوتی نکرده دیگه و معدود بودن کسانی که در اون زمان دوچار اون فکر نبودن. درسته. آقای بیضایی یکی از اون اصلا استثنایی متن آقای بیضایی، یعنی واقعا اگر همین الان اون متن اینجا خونده شه درست مثل اینه که دیشب برای این برنامه نوشته شده. اینقدر خیلی عجیبه یک متنی در اون فضا تونستن یک چنین متنی ارائه بدن. به نظر من بابت میزان حرکتی که جامعه ایران کرده، اگر الان نگاه بکنیم به لیست اونها، از اونها شاید 30% هم جزء روشنفکران مطرح امروز ایران نیستن. یعنی زمان از بینشون برده. اونا محصول اون زمان بودن. از جمله بعضی از کسانی که ازشون نقل قول کردید الان دیگه شاعر زمان امروز نیستن. جامعه ایران یه حرکت عظیمی کرده. درسته و ما هم شاید به اون اندازه دیگه مطالبشون حتی نمیخونیم مگر اینکه بخواد کار پژوهشی آدم بکنه. دورانشون منتفی شده دیگه. و بعد نویسندگانی که دعوت نکردن. دقیقاً این شیوه باندبازی فکری دقیقاً در اون زمان بود. شما بایستی جز اون باندها میبودی تا دعوتتون میکردن و کسانی که کوچکترین زاویه‌ای با اینا داشتن، اینکه شما فکر کنید ترجیح میدید ماهی سیاه کوچولو باشید صفا مثلا یا خانلری یا مثلا دکتر علی اصغر حکمت که اینقدر حق داره به گردن فرهنگ دانشگاه تهران رو تأسیس کرده. اصلا اون چیزی که ما بهش میگیم اکابر ایده او بوده که سوادآموزی بعد از ساعت کار باشه. موزه ایران باستان رو شروع کرده. استاد دانشگاه تهران بودن.
استاد احسان یارشاتر دکترای یعنی پایان نامه‌شون رو زیر نظر او گذرونده. دانشگاه تهران فکرمونه. فکر اوست، ولی میشه انقدر راحت گفت که ما اصلا نمیخوایم که بگیم ما شاگرد حکمتیم و ما دوست داریم بگیم که ما آدمای مانند آل احمد رو میخوایم اینجا مطرح شن. تعجب نیست که انقلاب اینطوری میشه. دونست قانون نویسندگان به اون شکل میشه. واقعا یه الان جامعه ایران خیلی قدر حکمت رو بیشتر میدونه 100% تا آقای هزارخانی یا خیلی از این افراد دیگه. کسانی که دعوت نکردن هم خیلی جالبه واقعا در اون زمان. این فقط روشنفکر در مفهوم خود نویسنده برای اونا روشنفکر مخالف رژیم بود. دقیقاً همینطوره. دقیقاً اسماعیل خویی گفت اینو رسما دیگه، گفت ما میگفتیم مثلا روشنفکر نیستی اگه هر گونه نزدیک میشی به رژیم. در همین مصاحبه‌ای که من داشتم آقای آذرم تعریف کردن که یک بار به دلیلی با اخوان ثالث رفته بودن به تلویزیون که او یه کاری داشت و آقای آذر منتظر بودن چون اخوان ثالث یک برنامه‌ای داشت در تلویزیون و میگفتن من انقدر احساس بدی داشتم مثل اینکه دارم بزرگترین گناه جهان رو انجام میدم که توی فضای سازمان رادیو تلویزیونم. یعنی یک چنین ذهنیتی داشتن. متاسفانه اون ذهنیت رو داشتن ولی ریام درش بود. یعنی رأس اینها در اون ذهنیت خود آقای شاملو دیگه. درسته. ولی آقای شاملو هم با تلویزیون کار میکرد، فیلمنامه هم با مصباح‌زاده کار میکرد، هم از دفتر فرای پهلوی کمک میگیره. در این حال هر کسی که هر کدوم از این کارا رو میکرد با شمشیر قلم خودش میزد. آل احمد از اون بدتر. دقیقاً. با مصباح‌زاده کار میکرد، با فرانکلین کار میکرد، با شرکت نفت کار میکرد. هر کسی کوچکترین حرکتی در این جهت میکرد عنوان ضد روشنفکر میکویده. واقعا فضای عظیمی است. عجیب نیست که آخوندا بر مملکت سوار شدن. 100% من واقعا خودم اعتراف میکنم که وقتی کتاب 10 شب به دست من رسید که یک دوستی به من داد، من اصلا از سر کنجکاوی، یعنی حتی من نمیدونستم چه متونی ارائه شده، فقط شنیده بودیم که یک 10 شب شعر انستیتو گوته برگزار شده و چون اسامی رو میدونستیم که چه شخصیت‌هایی اونجا شعر خواندن صحبت کردن، یعنی انتظار داشتم که با یک مجموعه متن درخشان مواجه شم. و بعد کتاب باز کردم، هر چی میخوندم بیشتر حیرت میکردم و اصلا این باعث شد که من فکر کنم واقعا فضای روشنفکری ایران در سال 56 چگونه بود و بعد آدم متوجه میشه که اینقدر که میگن این انقلابی که اتفاق افتاد اصلا زمینه اسلامی نداشت و بعداً اسلامی شد نمیتونه حرف درستی باشه، چون وقتی که شاعر مارکسیستش داره از امام زمان میخواد که بیاد با اسب کشور رو نجات بده، خب آدم چه انتظاری میتونه داشته باشه از بقیه ذهنیت‌ها؟ فقط هم تو اینجا نیست، در گل سرخی شما مدافعات گل سرخی رو بخونید با از امام حسین و حضرت علی و اینا مارکسیست بودن، اون چیزایی که شریعتی میگه، اون شریعتی رو بخونید غافل نمیشید چقدر از اینها نوچه های فکری اون مکتب هستن. یا آل احمد که از شریعتی بدتره، شاید یک کمی بیشتر از شریعتی کتاب خونده ولی از لحاظ واقعا میانمایگی در فکر و باز کردن جاده برای اینکه آخوندها بیان. البته رژیم شاه هم مقصره، فقط روشنفکران نیستن. شما ارقام تعداد مساجد، حوزه های علمیه، هیئت ها، حسینیه ها، انتشارات مذهبی که در 10 سال آخر رژیم شاه راه افتاده همش توی کتاب هست، آمار دقیقش هست. تعداد کسانی که به کمک بازاریا میرن زیارت شگفت انگیزه، هیچ کسی بهش توجه نمیکنه. اینا هم میان همون حرفا رو تکرار میکنن و وقت آقای خمینی هم اونجا نشسته از همه استفاده مطلوب میکنه. حزب توده هم بعضی از چپی‌های دیگه هم دامن باقش چیز شده باد بزن. حتی همین من فکر میکنم همین که درباره 10 شب واقعا نذاشتن به اون اندازه اطلاع رسانی بشه، نذاشتن رسانه ها پوشش بدن، همین مطالب اگه همون موقع ارائه میشد شاید یک بازتاب دیگری داشت تا اینکه ما بعد از مثلا چند دهه فکر کنیم که چه ذهنیتی داشته جامعه روشنفکری. یا اون کاملا درسته ولی یه صحبت‌های شما من اینو متوجه شدم.
فکر کنید من سعید سلطانپور رو میشناختم، آدم به غایت عصبی شعاری بود، بسیار شجاع بود. تو زندان واقعا من آدمی از اون شجاعتر کم دیدم، ولی آدم بیخردتر از اونم کم دیدم. واقعا هنر فقط براش سیاسی بود، ولی فکر کنید اون کار نکرده بود و اون 10 شب واقعا میشد 10 شب شعر. رژیم شاه در مقابل این قضیه میتونست یه واکنش دیگه نشون بده، جامعه ایران میتونست یه حرکت دیگه بکنه، آلترناتیو ایران میتونست صدیقی ها بشن، خانلری اگر اونجوری چیزی نه، یعنی اونجا آدم میبینه که هر دو طرف یک قصور عظیمی میکنه. واقعا غم انگیزه. خیلی غم انگیزه. میشنیدم صحبت های شما رو، آدم متاثر میشه. سوال دارم، چون من خودم اینجا بودم و کلا اون زمان رو یادم، من وقتی الان نگاه میکنم میبینم واقعا بی‌سوادی و اصلا نمیدونستیم دموکراسی یعنی چی، فقط همون حرفش میزنیم، یعنی فقط بودیم دموکراسی میخوایم، ولی اصلا هیچ بنیادی وجود نداشت، نمیدونستیم چیه. خودمون هممون، من همیشه میگم خود ما هممون یه دونه خمینی کوچولو بودیم، فقط آماده بودیم بزنیم دو سرمون یکی اگر چیز میشه. و من داشتم اتفاقا 2 ساعت پیش با یه دوست قدیمی تو اروپا داره زندگی میکنه و اون شب اونجا بودیم، بعد از سال داشتم باهاش حرف می‌زدم و بعد داشتم حرف می‌زدم که چقدر احمق بودیم و کارهایی که نمی‌کردیم و بعد اون برگشت به من گفتش که راستش رو بخوای بی‌سوادی الانش بیشتر از اون زمان ماست، چون خودش با یه مقدار ایمیگرنت‌های ایرانی که تو اروپا هستش کار میکنه با عنوان مترجم و اینا و من یه مقدار غمگین شدم. به من راستش رو بخوای ما بی‌سواد بودیم، ولی الان ایرانیایی که میان که توی این سیستم بزرگ شدن، جوونا خیلی حتی بی‌سوادتر از ما و معنی دموکراسی رو نمی‌کنن. من سوالم اینه که آیا دوست شما که تو ایران کار میکنن یا کسای دیگه چجوری میبینن مردم ایران الان، چون به هر حال بازم معنی دموکراسی رو ندیدن، democratic institution doesn't exist nowhere, didn't exist then, don't exist. الان چجوری هستش؟ چجوری میبینن دموکراسی؟ من واقعا نمیدونم من بتونم جوابی به این سوال بدم، شاید دکتر میلانی جواب بهتری داشته باشن. خب میدونید یه بحث جامعه شناسیه، من میتونم درباره آدمایی که خودم میشناسم طبیعتا فقط نظر بدم که خب نماینده جامعه ایران که نمیتونن باشن، ولی شاید نمیدونم اگه استاد موافق باشن با این حرف شاید بشه فکر کرد، نمیدونم درسته یا نه، به دلیل ارتباطات گسترده تری که وجود داره آگاهی بیشتری داریم هممون. یعنی خب تو اون دوره که این ما داریم صحبت رو میکنیم 43 سال پیش، تعریف حداقل تعریف تئوری این مفاهیم حقوق بشر و آزادی و دموکراسی و عدالت رو هم احتمالاً اونها بهش دسترسی نداشتن، ولی ما دست کم این دسترسی رو داریم. من فکر میکنم اتفاقایی که تو ایران میفته از دور نگاه میکنه آدم فکر میکنه توش یک آگاهی و یک خرد جمعی هست، ولی واقعا من نظر قطعی نمیتونم بدم، نمیدونم. من با نظر دوست شما موافق نیستم که میگه ملت بی‌سوادتر شده. من فکر می‌کنم یک همونطور که شما می‌فرمایید یه انقلاب فرهنگی عظیمی شده داره. دیگه دنبال آل احمد و امام زمان و منجی و اینا نمیرن، با ذهن خودشون میاندیشن و ممکنه سوادشون مطلوب نباشه، ولی اینکه رها کردن اون ذهنیت رو که اجازه بدن یه بی‌سوادی مثل آل احمد براشون تعیین تکلیف بکنه یا یه کسی مثل آخوندا براشون تعیین تکلیف بکنه. من فکر کنم این جامعه دیگه عوض شده. این جامعه عمیقاً در حال تغییر، انقلاب. این تنها فایده جمهوری اسلامی اینه که یک تجددی در ایران ایجاد کرده که 100 سال روشنفکرای عرفی نتونستن ایجاد کنن. شما مجله هایی که الان در ایران هست در میاد نگاه بکنید، سطحش خیلی خیلی بالاتر از هر چیزی است که هم در خارج در میاد و هم هرگز در داخل در. ازشون بپرسید چی داره؟ نه اختیار دارید. خارج میشن از ایران
جلال الاحمد و همه اینا داشتن رو و رژیم جمهوری اسلامی داره همونطور ادامه داده با خودشون کری میکنن، با اینکه مخالف رژیمن یا خارج از کشور، ولی اون چیز فاندیشن یه جوری میاد دوباره بالا میشن زنده قرار. نمیدونم من یه مقداری احساس دارم درست احساس میکنم یا غلط احساس میکنم، اشتباه. همونطور که ایشون من واقعا نمیدونم، میگم من فقط میتونم راجع به آدمایی که میشناسم خب نظر بدم و راستش رو بخوام بگم من چنین دریافتی نداشتم، حداقل از آدمایی که من میبینم. ولی خب میشه هم فکر کرد که من طبیعتاً آدمایی که بیشتر شبیه خودم هستن رو میبینم، در نتیجه پاسخ دقیقی نیست حتما حرفی که میزنم. ولی من فکر میکنم میدونید مثلا همین برنامه هایی که مجله ها خیلی 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 مثال خوبیه، نشریاتی که در ایران کار میشه واقعا درخشانه، چه از نظر ساختار، حتی شکل ساختارشون خودش یک کار دیگه، یک اتفاقی که انقدر به زیبایی شناسی ساختار نشریه اهمیت داده میشه و چه مطالب و مفاهیم جدی که توش کار میشه. و یکی الان اتفاقی که تازه تر افتاده، منم خودم نسبتاً تازه باش بیشتر آشنا و درگیر شدم، این پادکستایی که جوونا تو ایران کار میکنن. همین مثلا گارسه که من گفتم، یک دوست روزنامه نگاری من دارم، آقای یاسر یسنا، که ایشون ممنوع القلم شده، در فرهیختگان کار میکرده و بعدش هم جای دیگه استخدامش نمیکنن و در نتیجه تو خونه نشسته و پادکست تولید میکنه. خیلی هم جدی کار میکنه، تحقیق میکنه، تماس میگیره با آدمای مختلف، تماس میگیره برای کاری که میخواد بکنه و بعد میره یه استودیو رو میگیره، برنامه رو ضبط میکنه، میذاره مثلا روی ساوند کلاود و خب یه کار به این مثبتی میکنه که حالا در واقع برای اون هیچ پولی هم توش نیست، ولی فکر میکنه که داره با اون وقتی که او رو ممنوع القلم کردن این امکان رو داره که یه کار مثبت کنه. من فکر میکنم این مثل یک حرکت نومادینه که شما از هر شرایطی که دارید بهترین ممکن رو بیرون بکشید. من فکر میکنم جوانای ایرانی اینطوریان الان، یعنی به خصوص میتونم بگم زنان ایرانی واقعا از هر شی، یعنی اگر یک فرصت کوچیکیه ازش بهترین ممکن رو بیرون میکشن. این خودش من میگم یه انقلاب فرهنگیه که ما از هیچ بتونیم اینقدر بسازیم. بالاخره همه این انقدرها رو هم دیگه جمع میشه و یک روزی امیدواریم که بهتر بشه. ولی میگم این برداشت منه، واقعا نظر قطعی نمیتونم بدم. خواهش میکنم. مرسی. من میشه فکر میکردم که این کار جمهوری اسلامی بوده که میاد و واژه ها رو از مفهومشون تولید کنه. این چیزی که شما امشب گفتیم به من نشون داد که فقط این جمهوری اسلامی نبوده، روشنفکران قبل از انقلاب هم می‌کنن. در واقع انگار این بنیادگرایی اسلامی و چپ‌ها توی یک پروسه هاشون یه مخرج مشترکی دارن که آخرش به اینجا ختم میشه. سوال اینه که میشه از دل مصاحبه‌هایی که با اینا کردیم شما متوجه شده بود چه پروسه‌ایه که یه همچین چیزی رو تولید میکنه، که حالا مثلا ما بدونیم که اگه الان دارن جوانان کار میکنن، اگه دارن الان سعی میکنن مفاهیم جدید تولید کنن، دوباره به هم کجراه نره. متوجهم. اون پروسه رو میشه فهمید چیه؟ من فکر میکنم شاید یکی از اون مسیرها این حداقل در بعد از انقلاب این مسئله قهرمانسازی در حد اسطوره سازیه. یعنی مثلا یک آدمی به نام آقای خمینی، آیت الله خمینی، حالا رهبر یک حرکت، یک جنبش اجتماعی میشه که این جنبش در نهایت پیروز میشه و میشه انقلاب. بعد این آدم میتونه همچنان اسمش باشه آیت الله خمینی، درسته، ولی در یک پروسه‌ای اسمش میشه امام. یعنی یک دفعه همه چیز تبدیل به یک اسطوره‌ای میشه که باعث میشه اسطوره‌هایی که شاید وجود داشته دیگه همه مقایسه بشه با این. من خودم یادمه که در تمام دورانی که من داشتم بزرگ میشدم، دبستان بودم و بزرگ میشدم، اینو از اطرافیانم میشنیدم که پس احتمالاً امامان دیگر هم مانند آقای خمینی بودن. یعنی یه دفعه هر آنچه که اون پشته، حالا مثبت و منفیش رو اصلا کاری نداریم، از اون تصویر و معنایی که توی فرهنگ داشته فرو میریزه و توهی میشه. همه تبدیل میشن خب پس یک شخصیتی مانند آیت الله خمینی. مثلا جنگ ایران و عراق که اتفاق افتاد، بعد از یک دوره یه دفعه اسمش شد دفاع مقدس. اصلا در یه تاریخی من روی این مسئله جنگ برنامه رادیویی ساختم، همیشه اسمش بود جنگ حمله به این. یک دفعه از یک تاریخ به بعد تو ادبیات دیگه هیچ جا اسمش نیست جنگ ایران و عراق، همه جا در روزنامه ها، در شعر، در همه جا اسمش میشه دفاع مقدس.
و تبدیل میشه به جهاد. حتی از طرف حزب بعث در اون طرفم باز اونم تبدیل میشه به جهاد قادسیه. اونا اصلا به صدام رسما میگفتن سردار قادسیه. من فکر میکنم این قهرمان سازی و اسطوره سازی از مفاهیمی که داره تو زندگی امروز ما اتفاق میفته یه ذره ما رو در واقع خلع اصلاح میکنه از اینکه درست ببینیمشون، درست ارزیابیشون کنیم، درست زیر پرسش ببریم و درست نقدش کنیم. و احتمالاً برخورد اسلامی ها و چپ ها در این زمینه با مفاهیم نزدیک بوده به هم. نمیدونم شما نظرتون چیه؟ یه کتاب درخشانی نوشته شده در مورد بلایی که آلمان‌های نازی بر زبان آلمانی برآورد و میگه بدترین کاری که نازیسم کرد تویی کردن واژه‌ها در زبان آلمانی از معناشون و تپوندن یه معنای جدید. جریان چپ و جریان مذهبی هر دو از جنس فکر توتالیتره. این فکر توتالیتره که زبان رو عوض میکنه. یکی از تکراری ترین مفاهیم در دوران استالین آزادیه. یکی از استبدادی ترین جوامع آزادیه. هر دو اینها به نظر من همین کار کردن با مفاهیم و رژیم جمهوری اسلامی اومد از هر دوی این جریان بدترینش و موثرترینش رو گرفت و زبان فارسی رو الان در دست خودشون تبدیل کردن به چیزی که واقعا هر واژه‌ای تقریبا ضد اون معنایی که بایستی میداد میده. ایرانی‌ها وجود داره و نه فقط ایرانی‌ها، خیلی که ما آدم‌ها خیلی بزرگتر از اونی که هستن. مثلا من خودم شده اینجا مثلا صحبت کردم، خب یه نفر ممکنه موسیقیدان خوبی باشه ولی خدا نیست، موسیقیدان دوست داشته، یا مثلا که نویسنده خوبی ولی خدا نیست. یعنی من خودم احساس می‌کنم اینکه بزرگ نکنیم، زیادی بزرگ نکنیم، چون وقتی بزرگ می‌کنیم هم خیانت به اون می‌کنیم هم خیانت به خودمون. چون همین کاری که قبلا کردیم. یه مشکلم فکر میکنم همونطور که به طور مختصر چند جمله آوردم از خانم مهشید امیرشاهی، وقتی که یک نهاد قدرت مستبدی وجود داره و او میاد یک نفر رو در برابرش میسته یا زندانش میکنه یا ممنوع القلمش میکنه یا یک طوری توجه ما رو جلب میکنه که این آدم مورد پذیرش این قدرت نیست. متاسفانه اینطور میشه که همه فکر میکنن پس این آدم فوق‌العاده است و نه فقط به قول شما موسیقیدان فوق‌العاده‌ایه که میتونه باشه یا شاعر یا نویسنده، اصلا رهبر سیاسیه. و واقعا آدما در بیرون از جایگاهی که سزاوارش هستن قرار میگیرن و همونطور که میگید اون برای خود اون آدم هم خیلی بده، هم برای ما بده هم برای خود اون آدم خیلی بده. ولی متاسفانه این اتفاقی است که میفته و الانم درست میگید شما، الانم داخل ایران اگر یک کتابی یک فیلمی ممنوع بشه، اصلا جدای از این که چقدر ارزش فرهنگی داره اون یک دفعه مطرح ترین کار میشه، مطرح ترین خواننده میشه، در حالی که در شرایط عادی واقعا هستن کسانی که اصلا غیر ممکنه بشه گوش داد به صداشون یا به چیزی که میخونن، اصلا آزاردهنده است. ولی یه دفعه میبینم همین الان این اتفاق داره میفته که در هر جا که یک برنامه اون آدم دعوت میشه، متاسفانه همین الان هم اسمش شده سفیر موسیقی ایران مثلا در عربستان سعودی برنامه داره. خیلی عجیبه. ولی متاسفانه آره میگم، گفتم متاسفانه من فکر میکنم ما هنوز با همین دشواری‌ها و چالش‌های 43 سال پیش دقیقاً روبروییم، حالا به یه شکل دیگه. چون من خودم یکی از دوستان که نویسنده تو ایران و خیلی مردم چیزن، من خودم خانومشون به من گفتم تو تنها کسی، چون همه میان از استرالیا گرفته تا همه جای دنیا میان دستبوس و اینا و مثلا من نمیدونستم چجوریه، خانومشون به من گفتن که تو تنها کسی هستی که رو کرد میزنی و برای ما خیلی عجیبه، میای شوکه میشی وقتی میای دیدن میکنی ولی مثلا خود من نمیدونستم، خب همه میان خیلی احترام زیاد و خیلی چیز و اینا ولی فکر میکنم این هنوز وجود داره توی تمام روشنفکرها، چون مثلا همین دوست من با 200 تا روشنفکر دنیا توی مناطق مختلف دنیا تماس داره و همه اینجوری چیز میکنم، ولی من خودم تا حالا هیچ کدوم از کتاباشو نخوندم، بودم آیون بود این هنوز وجود داره ولی توی بین ما متاسفانه.
سوالی نیست. خیلی ممنون بازم از وقتی که به من دادید. خواهش میکنم. اختیار دارید. زبان رو جمهوری اسلامی خیلی فاسد کرده، ولی صحبت درخشان ایشون از لحاظ فصاحت این بوده که هنوز هستن کسانی که فصاحت و دقت و زیبایی زبان رو رعایت میکنن و واقعا خیلی من در واقع خواستم اینو اول بگم ولی حالا میگم وقتی در حضور آقای دکتر میلانی آدم خواست صحبت کنه، با اینکه من بچه انقلابم و از پرروهم، ولی حقیقتا فکر کردم اومدم اینجا درس جواب بدم امروز. حالا امیدوارم نمره قبولی گرفته باشم. ممنون در حال برای فرصت.